نام دیگه عقیده که در کتابای ما و شما آمده به معنای سنت آمده یا نوشته است که عقیده اهل سنت. چرا کلمه اهل سنت استعمال میکنن؟ به خاطر از اینکه یکی اهل سنت است و یکی اهل بدعت است. هر کسی که از سنت پیروی نمیکنه او از بدعت پیروی میکنه. یا اهل سنت هستی یا اهل بدعت هستی. سنت آن چیزی که روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله. وقتی که ما میگیم لا اله الا الله این هدف دین شد. به هدف دین خود به خاطر که الله را بشناسیم از روشی که استفاده بکنیم، از طریقی که استفاده بکنیم، از سنت عملی و تطبیقی که استفاده بکنیم، از تقریری که استفاده بکنیم، از قول و فعل تقریری که استفاده بکنیم. محمد رسول الله جز دوم کلمه هست که ما باید از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم. پس وقتی که میگیم عقیده اهل سنت یعنی عقیده کسانی که بر روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن میفهمند، بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را میشناسند. اگر مردم الله را شناخته میتونست خی ضرورت به پیغمبر چی بود؟ اگر فیلسوفا میتونست افلاطون خدا پرست می بود پس ضرورت نبود که پیغمبر میامد. باید نظریات افلاطون میخواندیم، سقراط میخواندیم، نظریات دیگه فلاسفه را میخواندیم. لکن الله سبحانه و تعالی بر ما معرفی کرد که محمد رسول الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس وقتی که محمد رسول الله هست پس فرستاده الله هست. فرستاده الله میتونه که کتاب الله را بیشتر تعریف بکنه و تشریح بکنه و بیان بکنه و او خوبتر میتونه تطبیق بکنه. پس عقیده اهل سنت چی معنی؟ یعنی عقیده که مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما کسایی که اهل سنت نیست در مقابل چی آمده؟ در مقابل اهل بدعت آمده. چرا اهل بدعت چی کردن؟ عقیده خدا به نام اشخاص آوردن. موسویت به طرف موسی انتقال شد. ببین نام الله فراموش شد. عقیده موسویت، عقیده عیسویت، عقیده فلانی مرجعه، عقیده فلانی نامهای اشخاص دیگه آوردن. لکن علمای اسلام گفتن نه خیر، عقیده درست عقیده قرآن است، عقیده درست عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از این خاطر چی میگن؟ یکی از نامهای عقیده اهل چی است؟ عقیده درست توحید، عقیده اهل سنت است که در مقابل چی استعمال شدن؟ در مقابل اهل بدعت. بنان اهل سنت میگن که ما برادر عزیز آنچه که رسول الله صلی الله علیه و گفته از اونمو پیروی میکنیم. ای که تو نظر خاص داری نظرت از احترام محترم است نظرت، لکن نظر تو سنت نیست. ای که میگی من از پدرکلانای خود پیروی میکنم، پدرکلان تو سنت نیست. آیا پدرکلان تو معصوم بود؟ پدرکلان تو پیغمبر بود؟ حالا متاسفانه در بسیاری مجالس وقتی که بشین میگه آنچه که پدرکلانای ما گفته ما امور قبول میکنیم. پس بین گپ تو و گپ ابو جهل چی فرق شد؟ ابو جهل هم میگفت که پدرکلانای ما، تو هم میگی پدرکلانهای ما. و وقتی که ما پدرکلانهای خدا سائل میکنیم پدرکلانهای ما معصوم نبودن، اشتباه داشتن، غلطی داشتن. بسیاری از پدرکلانهای ما عالم نبودن، بسیاری از پدرکلانهای ما قرآن نمیفهمیدن، قرآن نمیفهمیدن.